یاد خدای متعال. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. آرزومندم صحتمند و سلامت باشید. کبرا براتی هستم، یکی از همکاران افرن در بخش مونتاژ ویدیوهای آموزشی. در این ویدیو میخواهم در مورد چگونگی دسترسی به منابع آموزشی تهیه شده توسط افرن برای شما معلومات دهم. افرن با تهیه مجموعه‌ای از منابع آموزشی همواره کوشش نموده است تا زمینه آموزش بهتر و مؤثرتر را فراهم سازد. این منابع آموزشی بر اساس پداگوژی فعال، یعنی تجربه، تفکر و کار عملی طراحی شده است تا اساتید گرامی در افغانستان بتوانند با استفاده از آنها تدریس با کیفیت را برای شاگردانشان ارائه دهند. اما چگونه می‌توانیم به این منابع دسترسی داشته باشیم؟ کانال یوتیوب. شما می توانید با عضو شدن در کانال یوتیوب افرن از ویدیوهای جدید آموزشی مطلع شوید. فیسبوک و تیک تاک. شما می توانید صفحات فیسبوک و تیک تاک افرن را دنبال نموده و از تازه ترین مطالب به اشتراک گذاشته شده آگاه شوید. تلگرام. ما برای دسترسی آسان شما به منابع آموزشی چندین کانال تلگرام را ایجاد کرده ایم که در آنها ویدیوهای هر بخش به صورت جداگانه به اشتراک گذاشته می شود که این به شما این امکان را می دهد که به راحتی و حتی بدون اینترنت به آنها دسترسی داشته باشید. و در اخیر وبسایت آموزشی افرن. افرن Education for All. افرن آموزش برای همه. این وبسایت خودآموز برای کسانی که می‌خواهند بیشتر بیاموزند طراحی شده است. شما می توانید دروس کامل مرتبط با ویدیوهای آموزشی را در آن مطالعه نموده و تمرین مرتبط به هر درس را انجام دهید. بر علاوه شما می توانید تعداد زیادی از مواد درسی را دانلود کنید. اساتید و دوستداران علم و دانش، همین حالا به کانال‌های معرفی شده عضو شوید تا مطمئن باشید همیشه با ما در ارتباط هستید.